دوستان اگر میخوان یه خورش لوبیا سبز خوب، خوشمزه، جا افتاده و همه چیز به اندازه رو داشته باشین با من همراه باشین. توی قابلمه مقداری روغن میریزم و یه دونه پیاز بزرگو که خوردش کردم به روغن اضافه میکنم تا مقداری تفت بدم. این خورش یه خورش اصیل ایرانیه. خب بعد از اینکه یه مقداری پیازامون سبک شد 3 حب سی رو بهش اضافه میکنم. زنجبیل اضافه میکنم، زردچوبه و فلفل سیاه. حالا 350 گرم گوشت رو بهش اضافه میکنم. میتونین به جای گوشت بره از گوشت مرغ هم استفاده کنین یا گوشت گوساله. حدود 10 دقیقه رو گوشت رو تفت میدم با پیاز. بعد 300 گرم لوبیا سبز خرد شده رو بهش اضافه میکنم. لوبیا سبزمون رو فقط در حد مخلوط شدن با مواد دیگه هم میزنم و تفت میدم. نمیخوام زیاد تفت بخوره. و بعد حدود 3 الی 4 لیوان آب بهش اضافه میکنم. ببینین حالا حدوداً 1 ساعت گذشته و خورشمون یه مقداری جا افتاده. من رب گوجه فرنگی رو 2 قاشق پر بهش اضافه میکنم چون رب گوجه فرنگی طعم خیلی خوبی به این غذا میده و میتونین اگر خواستین رب کمتری استفاده کنین برای چاشنی اون و یه مقداری ترش شدنش بهش آبقوره آب لیمو یا لیمو عمانی اضافه کنین. دوباره در قابلمه رو میذارم حرارت کم تا خورشمون جا بیفته. الان دیگه حدود 2 ساعت و نیمه که خورشمون داره میپزه. نمک رو بهش اضافه میکنم. و بعد این هم از خورش جا افتاده خوشمزه خوب و مجلسی ما، خورش لوبیا سبز. جای همه شما خالی و خدا نگهدارتون.